امروز بر حسب بعضی از نقل‌ها مصادف هست با وفات یا شهادتگونه حضرت ام البنین صلوات الله و سلامه علیها و لذا من این چند دقیقه‌ای میخوام راجع به ایشون صحبت بکنم و شأن و مقامی که جناب ام البنین صلوات الله علیها داشته پیش ائمه. اولا ما نقل داریم که زینب کبری سلام الله علیها خطاب مادر به ام البنین داشتند، خطاب مادر به ام البنین کردند و نقل داریم که جناب زینب کبری سلام الله علیها و جناب ام کلثوم دست ام البنین رو میبوسیدند. نقل داریم. ام البنین خود شخصیت خانوادگی شخصیت شاخصیه، از قبیله معنونی در عرب بود و آمد به خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و پدر ام البنین باز از شخصیات بسیار سنگین و وزین عرب هست. به مجرد اینکه فرستاده امیرالمؤمنین برای خطبه رفت اونجا و خواستگاری کرد ام البنین رو، این تنها کلامی که در اونجا شنید عبارت از این بود که ما این قابلیت رو نداریم که به اصطلاح سحری مثل علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین داشته باشیم. اشکال فقط این بود و وقتی به خود جناب ام البنین گفتن و پدر آمد به او گفت که این برای من خیلی سخته از این جهت که من جایگزین فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوام در خانه علی ابن ابی طالب بشم. این بود، این ام البنینه. در طول مدتی که ام البنین در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بوده قصه هایی داریم که این قصه ها الان خیلی ارزشمنده. ما این سابقه را از ام البنین داریم که این فرزندانش وقتی به رشد میرسیدند این رو بهشون القا میکرد که شماها با حسن و حسین و زینب کبری تفاوت دارید، اینو توجه داشته باشید. مادر شما مقام کنیز نسبت به مادر اینها